الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام. الحمدلله شکری به عدد که خدا خود در روز مبارک الله سبحانه و تعالی و شما عزیزان هم صحبت شدن مناسب دید. الحمدلله شما شاهد هستین عزیزان من. الله سبحانه و تعالی امروز هواها بهترین انشاءالله خدا خواهد هواش دست است. هوای مهنت کردن الله مهربان خدا خواهد انشاءالله برای ما امکانیت زور داده است برای پیشرفت کردن انشاءالله آبادی مسجد. الحمدلله و خدا شکر بی عدد. انشاءالله من برادرها هر روز خدا خواهد یک وجه باشدم با پیش رفته شدیم. البته یک ماه بعضی مخلصا پرسیدن که چی دست است. خدا خواهد یک ماه دم گرفتیم و بعضی دیگر یعنی کارو که مشغول شدیم. الحمدلله من با شیر بچه‌های شیاری خدا خواهد انشاءالله من قدم رنجه کردن همشو ای خدمتای خدا خواهد انشاءالله یعنی دیگر موضوع برگشتن. امروز الحمدلله با مدت یه هفته است که خدا خواهد انشاءالله کارامو با انشاءالله ادامه دارد. الحمدلله چندین مهمان ها تشریف دارن انشاءالله در این داخلی مسجد انشاءالله خدا خواهد یعنی شکتولکش دارن این خدا خواهد تارت خونه و شیار بچه ها شیر بچه های شیاری خدا خواهد انشاءالله و یا برای عبود کردن هر روز خدا خواهد انشاءالله 15 بچه ها با مثل اولی بهار وری خدمت ها انشاءالله سر کردن. الله سبحانه و تعالی البته از هر یکی ما و شما راضی شدگی باشد و آنچه خدا خواهد انشاءالله برای رضای الله سبحانه و تعالی حرکت داریم تا اینکه سعادت این دنیا و اون دنیا من الله انشاءالله خدا خواهد یعنی مشرف گردوند و اجر و ثواب باشد در این دنیا هم در اون دنیا هم بتید که خدا خواهد امید کردی خدا خواهد با امید رضای خدا همه خدا خواهد چین مسافران الحمدلله امروز چندین مسافرها خدا خواهد دستگیری دارن با واسطه پول و مال با واسطه انشاءالله چی مالی و چی جانی باشد هم دلالت دارن که تا اینکه خدا خواهد این مسجد خدی خودش راست کند. الله سبحانه و تعالی از هر یکی ما شما اله خدا خود راضی شدگی باشد سعادت این دنیا و او دنیا خدا خود مشرف بگرداند. هر انشاءالله خیر کننده هر مسافری که انشاءالله در سفرها هستن سفرهای با برار صحت بوده سلامت با کیسه های پولباری های سر نزد انشاءالله خاندان نزد وطن عزیز برگشتن شو الله نصیب بدارد. در کجای باشن انشاءالله خدا خواهد در امان و حفظ پناه الله مهربان باشن. آنچه آرزوهایی که دارن خواه دینی است و خواه دنیای الله با فضل و کرمش اله برآورده خیر بگردانی. امید میکنیم که انشاءالله خدا خواهد وقتای نزدیک انشاءالله به یاردم شما و به دعای انشاءالله شما خدا خواهد این خانه انشاءالله قد بلند میکند. البته انشاءالله اجر و مکافات چه در این دنیا هم و در آخرت هم الله سبحانه و تعالی خدا خواهد انشاءالله مشرف میگرداند. عزیزان من خدا خواهد همیشه شما مسافران در دعا باشین چون که دعای شما را الله سبحانه و تعالی اجابت میکند و در دعا و در یاردمی ما باشین انشاءالله خدا خواهد الله سبحانه و تعالی البته اجر و مکافات خدا خواهد به حساب به کتاب انشاءالله میتید. مکافات عمل و فیلم شو گندم زی گندم روید و جو زی جو چون میگوید پیری معنوی هرچی کاری حمام بیدروی کاری ثواب کنیم انشاءالله خدا خواهد ثواب میگیریم کاری گناه گیریم گناه میگیریم. برای همین ثواب نه اجرش جنت و گناه ویش یعنی دوزخه. برم نزدانی من همیشه در این دنیایی که عمرهای 40 و 50 سال عمر داریم همه عمرها را به طاعت عبادت به خوبی و یک مردم فایده رسوندن و یاد آبادی دین و آبادی دنیا انشاءالله خدا خواهد اگر صرف کنیم خدا خواهد انشاءالله سعادتی دو دنیا انشاءالله مشرف میشیم. همیشه شاد باشین خرم باشین در کجای باشین در امان خدا باشین تا صحبتی دیگر انشاءالله خدا حافظی میکنیم. همیشه الله در حفظ و پناهش ما و شما را انشاءالله نگهبان باشد. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد و بارک و سلم علیه.